نگرانی رئیس جمهور تاجیکستان از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان. رحمان میگوید که ده‌ها هزار تروریست از جمله انتحاری‌ها در افغانستان آموزش می‌بینند. گزارش جدید شاخص گرسنگی. افغانستان در بین 35 کشور جهان با سطح گرسنگی جدی قرار دارد. طالبان پاکستانی و در دفاع برای اسلام آباد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که گفتگو با TTP هیچ نتیجه مشخصی نداشته است. و آمریکا و عربستان از کمک بیش از 1 میلیارد دلار به کیف خبر دادند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من ناهید یوسفی از آماج نیوز خوش آمدید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از حضور نیروهای انتحاری در مرزهای افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آقای رحمان میگوید که ده‌ها هزار تروریست از جمله بمبگذاران انتحاری در افغانستان آموزش می‌بینند. رئیس جمهور تاجیکستان روز گذشته جمعه در نشست تعامل و اعتماد سازی در آسیا موسوم به سیکا که در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده بود، از حضور شبه نظامیان نیروهای انتحاری در مرزهای افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان سخنرانیش در این نشست با اشاره به حمله اخیر بر سفارت این کشور در افغانستان گفته بود که حمله‌های تروریستی در افغانستان همچنان ادامه دارد. مطابق با گزارش جدید شاخص گرسنگی در جهان، افغانستان با رتبه 109 از میان 121 کشور در بین 35 کشور با سطح گرسنگی جدی قرار گرفت. در این گزارش گفته شده که 29.8% از جمعیت افغانستان دچار سوء تغذیه هستند و 5.1% از کودکان زیر 5 سال تلف می‌شوند. بر اساس این گزارش 38.2% از کودکان زیر 5 سال کوتاه قدی دارند و 5.8% از کودکان قبل از 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. افغانستان با امتیاز 29.8 بین 35 کشوری قرار گرفته که دارای سطوح بالایی از گرسنگی هستند. در این شاخص هند در رتبه 107 و پاکستان در رتبه 99 قرار گرفته. گزارش می‌افزاید که 5 کشور آفریقای مرکزی، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، ماداگاسکار و یمن دارای سطوح هشدار دهنده گرسنگی هستند و 4 کشور دیگر بروندی، سومالی، سودان جنوبی و سوریه نیز موقتاً به عنوان کشورهای دارای سطوح هشدار شناسایی شده‌اند. مطابق با این گزارش، خشکسالی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقر شدید و پیامدهای افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و سوخت به دلیل جنگ اوکراین از عواملی هستند که دسترسی مردم افغانستان به غذای کافی را با مشکل مواجه کردند. شاخص جهانی گرسنگی توسط سازمان‌های غیردولتی اروپایی در سراسر جهان تهیه می‌شود و نتایج آن در گزارشی که در اکتبر هر سال منتشر می‌شود. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که مذاکرات اخیر با تحریک طالبان پاکستان یا TTP هیچ نتیجه مشخصی نداشته است. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که وزیر دفاع این کشور روز شنبه 15 اکتبر در کنفرانسی در اسلام آباد گفته است که وضعیت در خیبر پختونخوا تحت کنترل است و در صورت بروز هر گونه وضعیت نامطلوب با آن برخورد خواهد شد. خواجه محمد آصف گفته که دولت پاکستان از راه‌های مسالمت آمیز برای حل معضل TTP استفاده خواهد کرد، اما اگر دولت به پاکسازی کشور از تهدید تروریسم ناگزیر شود، از زور نیز استفاده می‌کند. این در حالی است که رسانه‌های پاکستان در چند ماه اخیر بارها از درگیری نظامیان این کشور با TTP در امتداد خط دیورند گزارش دادند. دولت عربستان سعودی و وزارت امور خارجه آمریکا از ارائه کمک‌های جدید به اوکراین خبر دادند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس با ولادیمیر زالنسکی رئیس جمهور اوکراین از کمک‌های بشردوستانه به ارزش 400 میلیون دلار به این کشور خبر داده است. ولیعهد عربستان سعودی در این گفتگو تاکید کرده که کشورش آماده است تا برای میانجیگری میان روسیه و اوکراین وارد عمل شود. از سوی هم کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن یک بسته 725 میلیون دلار تسلیحات و سایر کمک‌های نظامی را به اوکراین ارسال خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که جدیدترین بسته نظامی واشنگتن شامل مهمات بیشتر برای سیستم‌های موشکی توپخانه با تحرک بالاست. کل کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین را از زمان شروع دولت جو بایدن به 18.3 میلیارد دلار می‌رساند.